مریم امیرجلالی، بازیگر دنیای طنز، متولد 29 آذر 1326 توی شهر ملایه رو توی یه خانواده لرزبان. خانواده‌اش پر جمعیته، 4 تا خواهر و 3 تا برادر داره و خودش یکی مونده به آخریه. اطلاعات زیادی از پدر و مادرش نداریم، فقط میدونیم پدرش بازنشسته ارتشه. خانم امیرجلالی فوق دیپلم حسابداری داره. قبل از اینکه بیاد سمت بازیگری کارمند دولت بوده و توی بخش حسابرسی شهر و روستا کار میکرده. بعد از بازنشستگی یه مدت توی انتشارات خوارزمی مدیر مالی بوده و حتی توی شرکت‌های ساختمانی هم فعالیت داشته. در نهایت سال 78 از کار رسمی بازنشسته شده. یه مدت بحث همسر واقعی امیرجلالی بین مردم حسابی داغ بود و همه دنبال عکس و اطلاعاتش میگشتن. ولی نتیجه نداشت تا اینکه خودش بالاخره یه عکس از مراسم عروسیش منتشر کرد و گفت این عکس برمیگرده به دوران جوانیش، یعنی سال 1349 که قبل از انقلاب ازدواج کرده بود. برخلاف بعضی شایعاتی که میگفتن ایشون 2 بار ازدواج کرده، خود خانم امیرجلالی هیچ وقت چیزی در این باره نگفته. واسه همین معلوم نیست واقعا چند بار ازدواج کرده. مریم امیرجلالی یه دختر داره و 2 تا نوه به اسمای کمند و فراز که چند سالی هست خارج از کشور زندگی میکنن. یه شایعه دیگه هم بود که میگفت همسر مجید یاسر دختر امیرجلالیه، اما خانم بازیگر با انتشار یه پست توی اینستاگرامش آب پاکی رو ریخت رو دست همه و گفت دوستان، من و آقای مجید یاسر و همسرشون فقط همکاریم و هیچ نسبتی با همدیگه نداریم. و اما ورود مریم امیرجلالی به دنیای هنر سال 73 بود که با کمک مینا جعفرزاده و همسرش بهمن زرینپور وارد عرصه بازیگری شد. اولین بار تو سریال زیر گنبد کبود به کارگردانی زرینپور جلوی دوربین رفت. اکثر مردم خانم امیرجلالی رو با نقشای مادر عصبی و بداخلاق توی سریالای طنز میشناسن. مخصوصاً بازی موندگارش توی سریالای رضا عطاران. نقش آفرینی فوق‌العاده‌اش توی سریال خانه بدوش توی سال 83 باعث شد حسابی تو دل مردم جا باز کنه و معروف بشه. بیشتر شهرتش هم به سریالای دهه 80 برمیگرده. شاید جالب باشه بدونید مریم امیرجلالی به موسیقی علاقه زیادی داره و تا حالا توی چند تا کنسرت هم حضور داشته. اون با گروه موسیقی بیان هم به عنوان خواننده همکاری کرده. رسما باید خانم بازیگر رو یه خواننده تمام عیار بدونیم. اون توی یه مصاحبه که در شهریور 91 داشته عنوان کرده که حرفه اصلیش موسیقی و تمایل داره در هنر موسیقی بیش از پیش فعالیت کنه. مریم امیرجلالی خودش رو فرد خیلی رک و صریحی میدونه و احساسش رو نسبت به آدما به راحتی بروز میده. اون میگه من برخلاف عده‌ای بیخودی نقش بازی نمی‌کنم. مثلا حضورش در برنامه شام ایرانی که با بهار رهنما، فلور نظری و شهرزاد کمالزاده همگروه شده بود، حواشی زیادی براش به همراه داشت و واکنش‌های متفاوتی رو به دنبال داشت. برخی از کاربران فضای مجازی از رفتار صریح و رک مریم امیرجلالی حمایت کردن و گفتن که اون بازیگریه که چیزی رو تو دلش نگه نمی‌داره. اما یه عده دیگه معتقد بودن که لحن تندش بعضی وقتا حالت توهین پیدا میکنه و بهتره توی برخورد با دیگران دقت بیشتری داشته باشه. مثلا توی یکی از قسمت‌ها به بهار رهنما گفت شیویدات تازه نبود، من اصلا غذاتو نخوردم. این حرف باعث ناراحتی بهار رهنما شد و واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. یا مثلا توی یکی از قسمت‌های شب آهنگی حمید لولایی توی بخشی از برنامه به شوخی گفت که مریم امیرجلالی حتی اگه با پراید مدل 57 هم به خواستگاریش بره جوابش مثبته. این اظهار نظر باعث ناراحتی مریم امیرجلالی شد. اونم در واکنش به این شوخی توی یه مصاحبه گفت وقتی لولایی موتورگازی سوار میشد من ماشین شاسی بلند داشتم. به هر حال این بازیگر 77 ساله رو همه با همین ویژگی ها و همین زبون تند و رک و صریح میشناسن.